بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. مسلمانان محترم، یکی از موضوعات داغ و خطرناک امروز که مردم ما و با خصوص زنان و دخترای مسلمان زیاد به او گرفتار هستند و زیادتر وقتی که بحث میشه و یا گفتگو میشه در این باره، اکثرا خانمای بیچاره دخترها نمیفهمند، به خاطر از اینکه ما در افغانستان مشکلات زیاد داریم. یک مشکلی است که احیانا به مو اندازه که مردا و جوانا و طبقه ذکور میتونن که از دین مستفید شوند، زنا شدن نمیتونن به خاطر از اینکه امکانات درسی و تحصیلی برای زنا بسیار کم است. مشکل دیگه مشکل استعمار است که همیشه از حقوق زن صبح و شام گپ میزنن و وقتی که نتیجه شدن پرسان کنن، بالاخره منظور از حقوق زن خلاصی کلش اینمی است که زنها باید بی ستر شوند، بی حیا شوند، باید اینا شخصیت خود از دست بدن و مورد استفاده مردا قرار بگیرن. به این خاطر زیادتر خواهرای عزیز ما از تعلیم اسلام محروم هستند و من کوشش میکنم که بعضی از درسای ما مخصوص خانم ها بگیرم، اگرچه شاید اینجا جوانا هستن و وقت ما از خانم ها و مسئولیت خانم ها و ضرورت از اونا صحبت میکنیم، این منحصر به خانم ها نمیشه، به خاطر از اینکه هر اشتباهی که از زن ها میشه، این قاعده کلی هست که به همراه یک مرد 4 زن، به همراه یک زن 4 مرد داخل دوزخ میشه. اگر یک زن به دوزخ بره، بنان پدرش، برادرش، پسرش و شوهرش، این 4 نفر در قبال از این مسئولیت دارن و اینا اینجا اینا هم به همراهش به دوزخ خواهد رفتن. خب من زیاد مقدمه نمیگم، میم سر اصل موضوع که یک آیت قرآن است که در سوره الاحزاب آیت 33 است که یک قسمت از آیت شریف است که خداوند متعال جل جلاله میگه که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. در این قسمت علما چی میگن؟ علما میگن که اینها منظور از این تبرج جاهلیتی است که اینها با زینت و با لباس و برهنه و یا هم بی ستر از خانه خارج نشن، مثل که زنهایی که در جاهلیت اولی در عصر که پیش از اسلام بود، زنها همین مشکل داشتن. و جاهلیت عصر جدید که امروز هست، این هم عین اونمو جاهلیت عصر قدیم وارست. خب اینال اینجا ما میگیم که تبرج چه قسم میگن؟ میگن التکشف و الظهور للعیون. تبرجی است که انسان مثلا خدا کشف بکنه و خدا در مقابل چشمای مردم ظاهر بسازه. و سماء ذات البروج که میگه بروج آسمان هایی است، به خاطر از اینکه در مقابل بروج آسمان ها، برج های آسمان که است، کدام پرده وجود نداره، بی ستر هستن. از این خاطر تبرج هم کسی را میگن که انسان بی ستر باشه و ستر نداشته باشه.
و وقتی که میگه به بی عایشه رضی الله تعالی عنها گفته شد که یا ام المؤمنین ما تقولین فی الخضاب والصباغ والتمائم والقرطین والخلخال و خاتم الذهب، وقتی که از بی عایشه پرسان شد که شما درباره اینی چیزهایی که زنها استعمال میکنن، خینه هست و رنگ است و مثلا بعضی چیزهای در گردنهای خود ویزان میکنن و گلوبند و دستبند و پایزیب و گپا، دیگه بی عایشه میگه گفت که یا معشر النساء، یا معشر النساء قصتکن قصه امرأة واحده، میگه قصه شما قصه یک زن است. احل الله لكن الزینة غیر متبرجات لمن لا یحل لكن، دیگه میگه خداوند متعال جل جلاله بر شما حلال گردانیده زینت و زیبایی را که از تمام از این استفاده بکنین برای کسایی که چی است این دیگه که غیر متبرج، در مقابل کسایی که براتون حلال نیست در مقابل از او آشکار نشین. اما اگر مثلا در مقابل شوهرتان در بین خانهتان اگر هر چیز استفاده میکنین بر شما کلش خداوند حلال گشته، به شرط از اینکه شما را یک نامحرم با اینمی زیبایی هایتان نبینه. خب اصل گپی است که یک حدیث شریف است که من اصلا درس امروز ما سر اینمی حدیث است که این حدیث بسیار حدیث خطرناک است و غالبا من میخواستم امی حدیث شریف است زیادتر شرح بکنم. یه حدیث شریف است که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل النار لم ارهما. این حدیث شریفه لطفاً شما یادداشت کنین و لطفاً این حدیث شریفه برای تمام اعضای فامیلتان، برای خواهرانتان، برای مادرانتان، برای دخترانتان، برای همسرایتان، به خاطر از اینکه اگر نکنیم در روز قیامت دستای از اونا در یخن ما می باشه. من تقاضای می است که یا CD زیره و یا خودتان حدیث شریفه نوشته بکنین و من حیث یک انسان مسلمان مسئول وظیفه دارین که ایره حتما برای از اونا برسانین. حدیث شریف حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول کریم صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل النار لم ارهما. دو طایفه، دو صنف، دو گروه از دوزخی هاست که لم ارهما، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ما او دو گروه را تا به حال ندیدیم. چی معنی دیدیمشانه؟ امام نووی رحمت الله علیه در شرح حدیث شریف میگه که این حدیث شریف از معجزات حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردگاه خبر میده دو طایفه از دوزخی ها هستند که در زمان من نیستند. این دو طایفه در عصر من نیستن. عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عصر پاکی بود، عصر صفایی بود، عصر طهارت بود، عصر با حیایی بود، عصر غیرت بود. دو طایفه خلق دی چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم وایي چې دا خلق ما نه دلیدلی، لم اراهما، یعنی ما په زمانه کې دا خلق نه وو. وروز سلمانه به پیدا کیگی، وروز چې لدی دنیا نظم بیا وروز چې مسلمانان دي د مسلمانانو په منځ کې دا خبره به پیدا کیگی او دا خبره په خوا نه وو. این دو گروه در زمان و در عصر ما نبودن. گروه اولش کدام مردم هستن؟ گروه اولش میگه قوم معهم سیاط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قوم یک تعداد از اشخاص هستند که به امرایشان چی می باشه؟ سیاط جمع صوت است، به سین نوشته میشه، سین و تی که در زبان عربی اونمو قمچین یا دره را میگن، مثل قمچین ما و شما میگیم در فارسی، که قمچین ها در دستایشان می باشه. یضربون بها الناس، مردم هم میزنن. در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حقوق انسان مراعات میشد، شخصیت یک